رفت که اسکلتون به کریپر تیر بزنه، کریپر دیسک 13 میزنه. وایسین من نگاه کنیم. میگن بیشتر تو جاوا کار میکنه ولی ما تو بدراکیم. خب کار نکرد دیگه، بدبختی ماست. حاجی چطور داره میزنش؟ یا عرفت. و نظریه درست بود، یک دیسک میده. چله خود من اینو گذاشتم باید سرت نمایش کنم. بگین چرا داریم ماین میکنیم داداش دیگه ایراد از ماست. خب مثل که پرو میشدیم. اینو تو فلتفورد خیلی به دردتون میخوره. دایمن گیرتون نمیاد یهو بریم همینطوری اول کار موزیکی تو فلتفورد هیچ وقت چیزی خوبی تو بدراک نداشتیم. فلتفورد هیچی نداشت. راستی فیلم قبلی از بین رفت به دلایل نامعلوم و اینم از بقیه. خب اینم از این. ببینیم چی تیر شون است. آره تیر شون از سر داره. یا اول فصل حاجی من ماینکرافت شده داشتم ولی خب مشتم خوب نوشتم اما مهمی داد یوتیوب بزن. یا اول فصل نه پروتوتایپ اونو کردیم خدا بچه همسایه و سر صدا میکنه خدا میدونه. بچه کوچوه به من نمیشه میزنی بمیره. آقا یه اسکلتون معمولی ورسس این اسکلتون که من میتونم بهش بگم مونگول هفعالم. واقعا مونگول هفعالم چون که همه ماوا رو میتونم باهاش شکست بدم. واو خب این ورسس این مخصوصا کریپر بود. خب این یا این کریپر بود. این یا این کریپر بود. این یا این حالا وقتشه به مقاوم ها سر بزنیم و وقتشه به مقاوم ترینشون رو زنگ بزنیم تا بیاد پاره کنیم مثل این رو. این چه خواهی میگه جامپ میخوایی بزنی؟ فقط این جامپ بایجه خیلی این جامپ ها حال میده. کریپر بهترین جامپ ها ماینکرافت همیشه زد نگاه. یعنی برای پولای ماینکرافت همین جامپ فقط بایجه یادم آقا اینجا بود اینجا. آها یا چی گیر کردم تو بلاش. پروتوتایپ خب بنده خدا حاجی همینطوری داره دمیج میخوره. کریپر باخت بالاخره. کریپر یه بار باخت تو عمرش، قرار خیلی بار بخور. این بار خیلی مجبور ببازه چون که حریف قدرترم داره. خب وقتش دیگه کریپر قدرتمند رو سار کنیم. کریپر قدرتمند من تو رو سار میکنم. بعد تریکی تو کونس باش بعد اینم بیاد بتریک. خب و اینم خب و اینم از
و بریم حالت جنگجومون. یعنی اسمش give @sign p مثلا شار نه شارژ کریپر اگه شو نمیشه گرفت. پس بعد حالت ویدر رو خراب کنیم. خب اینم از بریم جلو و یه جای سوال. خب اینا رو بندازیم برم وقتشه شروع به حاجی هده چی رو انداختم چی بود؟ کریپر اسپانیک و حاجی ببین چه هوایتونه خدایش. ویدیو قبلم خراب شد عصبانی از شما نه بنده خدای دیگه. خب چنلینگ میخوایم خب کاره میشیم. خب این چنلینگ رو پیدا میکنیم یا خیلی شالو که پیدا کنیم. تو رو قرآن تو قادیم خب فوزاتون رو اینو بدنیم چنلینگ تو رو قرآن بید حالا مال ترایدن داره شده میشه و چنلینگ شهنه. خب حاجی لایک کن دیگه من پاره شدم سر این. خب ویل یکی میخوایم طبق معمول بلند نمیخوایم. خب اینم از این نه ببخش یکی هم میخوایم اینم از جین نه. خب فنس از اول داد اینم از این حاجی وقتشه جنگجو در مقابل جنگجوی بی نهایت. اینجا دستم هی گیر میکنم. خب اینم از شارژر کریپر چیزی که کل پلیران ماینکرافت میمیرم وقت پیداش میکنم حتی جاوا پلیر همه نوع پلیر. وقتش واردن رو ببینیم. خب ببینیم چه واردن رو بیاریم. نه ایندرمن بهتر. ریچ این و کنجونه رو و پیلیجر. وقتش ببینیم اینا چقدر سگ جونن. حاجی پیلیجر که قاعدتا میمیره خیلی ضعیفه. ای لعنتی حاجی یادم رفستمونه بذارم. خب اینم از اینو بقیل ببینیم انشالله این ویدیو هم بره تو یوتیوب ولی من که پاره میشه. آها
آخش گیرت انداختم لعنتی. من نابود شدم بمیر. آجی خیلی دیگه. آجی کریپر میگه چقدر بدبختی. خب مرد. حالا وقتش یه کاری کنیم که اصلا الدر گاردین بگه پشمام. این کریپر کل کریپر میذاریم و پشمام کریپر داره میریزه. هفت جدش آوردن تو بازی. خب حاجی اینا دیگه نمیرن ایراده. بره حاجی ویچ قایدن نمیره. حاجی همه شو هش اینه کسافت. آمریکا 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 یک کسافت. صدم بیلی آقت آمریکا. اوه حاجی این یکی ویچش مرد. حاجی ببینم شارک کریپر و کریپر اثر داره. حدشو میدی یعنی شارک کریپر اولینه درست میکنیم بعد اینجا همون دوباره شارژ کریپر میذاریم. اما شارژ کریپر تو هم باید ایشالا افکت کار کنیم. شاید کریپر معمولی بده. همین هم نداد. همین معمولیش هم میدادی خوشحال میشدیم. یا ندادی دمت بده. موقع ترکیدن هم داد. خب اینم ببینیم این میشه یا نه. تو رو خدا بشو. بودو درست نه این غلط بود. باجی 25 تا کریپر هد دارن. لعنتی ویچ لعنتی کجا نی؟ میخوام به فنات بدم. لعنتی دقیقا وای میسته میخوام چه بلایی سرت بیارم بعد میرفتی تو گورت. حاجی من این کینه دارم تو آردکو. بایستی نسلش کیل بزنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. بایستی من دیگه انتقاممو بگیرم. خب خداحافظ.